سلام به بچه‌ها رفتارم، امیدوارم حالتون خوب باشه. امروز یه سری حاشیه واسهتون آوردم از درگیری‌های داخلی بین اعضای زدبازی که وجود اومده و از لیتو خلسه با سیجلی که کلا زدبازی به نظرم جدا شدن. اگه می‌خوای این ویدیو رو تا آخر ببینی حتما چنل یوتیوب سابسکرایب کن و اون زنگوله رو بزن و بیا بریم با من تا ادامه ویدیو رو با هم ببینیم. آقا یه سری حاشیه اومده بود بیرون که اعضای زدبازی اصلا جدا شدن. من قراره امروز بگم بهتون آقا چرا اصلا این حاشیه اومد بیرون، اصلا واقعیت داره یا نداره. واقعیتش که بچه‌ها ببینید اعضای زدبازی به خاطر اختلافی که بینشون افتاد، سامان ویلسون و ام جی هیچ واکنشی به مردم نشون ندادن و بر علیه مردم حرف زدن. گفتن که ما اصلا پشت مردم نیستیم و مخالفیم با مردمی که معترضی که داخل خیابونن. از این ور سیجر و لیتو و خلسه اومدن ترک سیاسی منتشر کردن. البته اینم بهتون بگم خلسه گفته بود که من نمیام آهنگ سیاسی بدم، هنرم خراب میشه، اومده آهنگ سیاسی داده. و خب نمیدونم این دو دستگی داخل اعضای زدبازی به وجود اومده، کسایی که مردم حمایت کردن و کسایی که مردم حمایت نکردن. البته این وسط جی جی اصلا هیچ حرفی، اصلا نمیدونم جی جی کجا هست. جی جی وجود داره، نه استوری میذاره نه پست میذاره، اصلا نمیدونیم زنده است یا نه. بعدم بهتون بگم این مشکلای کوچیکی که ما داریم بهش نگاه میکنیم شاید یکم وضعیت بهتر شه، باعث شه اصلا گروه زدبازی اصلا بپاچه و کلا نابود شه. خیلی گروه ها داخل رپ فارس بودن کلا نابود شدن، مثل تیک تاک کچی بیتس و اصلی شایع که کلا سر اتفاقات کوچیکی کلا گروهشون اصلا پاچید و جدا کار کردن. الان دانیال اصلی و شایع با هم یه مدت همگروهی بودن، کلا با هم یه لیبل داشتن به نام اصلی و کلا نابود شد دیگه. اصلا پاچی سر اختلافات کوچیکی که بین شایع و دانیال اتفاق افتاد. و مهراتیدن هم که تو این مدت همون اولین روز اومد یه گیتاری زد و رفت، اصلا هنوز هم هیچ خبری ازش نیست، نمیدونی مهراتیدن زنده است یا نه، مثل جی جی دقیقاً. ولی خب خلسه و سیجل و لیتو یکم قضیهشون فرق میکنه، اونم زیاد اصلا واسه ما مهم نیست، چون دیگه کسی به گروه زدبازی اصلا اهمیتی نمیده و کلا اعضای زدبازی یه خاطرایی داشتن این مدت با آهنگاشون که نابودش کردن دیگه. و نظرتون رو بنویسید. به نظر من که اگه اتفاقات حالا همه چی یکم آروم شه، نرمال بشه، امکان این که گروه زدبازی از هم بپاچه خیلی زیاده دارم بهتون میگم، چون واقعا دو دستگی ایجاد شده بینشون. سامان ویلسون که میاد فوش میده، آبروی گروه داره میبره. به نظر من یه گروهی هستن که تراز نیستن. فرض کن 5 نفرشون خوبه، یه نفرشون میاد آبروی گروه میبره، باید 100% تغییر ایجاد کنن. البته اگه مردم مایل باشن که زدبازی گوش بدن. یادتون نره که چنل سابسکرایب کنید و اون زنگوله رو بزنید تا اگه ویدیوی بعدی از من اومد با خبر باشید. این ویدیو رو بفرست واسه دوستاتون تا اونا هم بیان ببینن. دوستتون دارم، با امید دیدار.